بسیج یه چیزیه برای بالا بردن انسان. یعنی نمیشه شما مثلا بسیجی باشی، مثلا یه جا نشسته باشی کار نکنی، یا مثلا به جامعت خدمت نکنی، به اسلام خدمت نکنی. یه نوع ایثار تو بسیج هست که حالا اون مثلا درجه بالاش میشه همون که شما مثلا شاید باش مواجه شده باشین که مثلا ما تو میدانهای جنگ حتی مثلا اون بسیجی هاجر میشه برای مثلا مردمش، برای مثلا عقیدهش و برای اینکه از مثلا میهنش دفاع کنه جانش رو هم بده. این میشه مثلا نقطه مثلا عالی بسیج کنه. یعنی اون مثلا جوون آمریکایی اگه بخواد مثلا بسیجی رو مثلا بشناسه، نه بیاد عکسای زمان جنگ رو ببینه یا مثلا ببینه زمان جنگ چه عملیاتایی شده، چه اتفاقایی افتاده. الان باید بیاد تو عرصه‌های علمی از مملکت ما هم ببینه که اگه ما داریم به انرژی هسته‌ای میرسیم، مثلا باز مثلا تفکر بسیجی پشت کاره که یه ملتی بدون هیچ سابقه‌ای، بدون مثلا کمک از هیچ کشوری به یه تکنولوژی برسه که همه ابرقدرت‌ها بخوام مثلا باش مبارزه بکنن که ازش بگیرن. هدفمون البته این هست که جلوی تجاوز متجاوز به خاک کشور ایران رو بگیریم در ظاهر، اما هدفمون هدفی بالاتره. هدف ما حرکت دادن جهان به سمت معنویته. ما میخوایم جهان رو عوض کنیم و جهان رو به طرفی ببریم که از زیر همه بندگی ها بیاد بیرون کل جهان، آدمای جهان، و برن زیر بندگی خود خدا. من یه حرفی که شما زدین و خیلی میتونم هم درک کنم، هم میتونم بگم که پس اگه شما اینو میگین، این کسایی که میگن که ایران اگه مثلا به نیروی هستی برسه یا به جای برسه که قدرتمند بشه و یه همچین ایدئولوژی که شما الان گفتین، با همین ایدئولوژی شما الان گفتین، چطور میتونیم مطمئن باشیم که مثلا کشوریان نخواد به زور دنیا رو به طور معنویت اونطور که خودش معنویت رو میبینه بکشه؟ میدونید چی میگم؟ این عیساگرایی و این که مثلا دنیا رو از یه بند آزاد کردن به بند خدا نزدیک کردن، یا آمریکایی که نشسته یا مسیحیه یا بی خداست یا هر چی، برای چی اون چجوری شما با اون حرف میزنید؟ چجوری اون نترسه از حرف شما؟ ما نمیخوایم همون جوری فکر کنن که ما فکر میکنیم. اصلا مهم نیستش همون جوری فکر کنن که ما فکر میکنیم. ما میخوایم آدم ها زیر سلطه غیر خدا نرن. اگه بخوام برن چون وقت؟ اگه بخوان برن اون وقتی که انتخاب خودشونه. همه وجود داره. حالا من میخوام تکمیل کنم حرفو. صادر کردن اون چیزی که آمریکا بهش میگه فرهنگ به کشورها، با صادر کردن اون چیزی که مثلا مردم ایران میخوام مثلا به کشور دیگه صادر بکنن یه فرقی هست. و مثلا مردم عراق که آزادن تصمیم بگیرن چه فرهنگی داشته باشن، چه تمدنی داشته باشن، چه حکومتی داشته باشن، با فشار این چکمه های مثلا سربازای آمریکایی باید به اون چیزی که اونا فکر میکنن فکر بکنن. ما اونجوری نمیگیم، نه، ما به اون اعتقاد نداریم. ما اعتقاد داریم آمریکا الان داره اون کارو میکنه، به زور آدما رو وادار میکنه که تو همونجوری فکر کن که من دارم فکر میکنم.